علیکم و رحمت الله و برکاته. اسماعیل جان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام مردم مسلمانی در بیرون و در زندان بوده خلق تاجیکم، من ای همه شما میندارم، من ای همه شما سربلندم، خرسندم، در حق همه شما دعاگویم. بچه های زندانی در خاک پاتان میمرم، در آب چشم آچه هاتان میمرم، در غمای دل آچه هاتان میمرم. بچه های زندانی، الله مهربان همه حقتون نگهبان باشه. الله مهربان همه تونه پروردگار کریم مشکلتون کشوده و آسان گردانه و ساق سلامت ایو زندان و محکمه ها پروردگار بر روزای خوش و آزادی و رتانه و خرسندی و خوشبختی های هر دو عالم نصیب و روزی تان گردانه. او بچه های که شب همه شما من از زنگ زده ای بیرونی ای روی دنیا و ای درون زندان و ای بیرون زندان، او بچه ها را من نمیدونم چه خیلی مینداری کنم. فقط نزد خدا زاره و تولا میکنم، دعا میکنم که الله مهربان کلی زندانی های مسلمان، کلی بچه هایی که من یاردم کردن قطعی من در علاقه بودم، پروردگار همه این بچه ها را از زندان و محکمه آزاد گردانه، سربلند هر دو دنیا گردانه و پیش اوچه جانکاشون بیاره که اوچه جانکاشون رنگی ما باری خرسند کنه. من همی آوازی بچه ما شنیدم، بچه ما یافته داده من. شما مومین و مسلمان ها حتی اسماعیل جان، من سرم به آسمان رسید. همیشه همه شما میندارم، همیشه در حق همه شما همچو یک مادر، همچو یک مادر جگر سوخته ای همه شما دعاگویم در حق همه شما. ای همه شما میندارم، بچه جانای زندانی در خاک پاتون میمرم، بچه جانای بیرون ای زندان در خاک پاتون میمرم. الله همیشه نگهبان تان باشه. الله پروردگار مشکلی تو نکشوده و برآورده و آسان کنه. الله مهربان خیر دنیا و آخرت نصیب تان گردانه. پروردگار مهربان و چه حق تو نخرسند کنه و پروردگار این روزای سخت ای سری ما و ای سری شما و ای سری کل مردم مسلمان رها کنه و بره هرگز دیگر روزای سخت نبینه. خدای مهربان خصوصا بچه های زندانی هر کجای باشه در حفظ و امان الله باشه و پروردگار کریم از زندان آزاد کنه، برو رتانه و مثل یوسف پیامبر، یوسف حقیقی گردانه تانه الها. آمین. الله اکبر. اسماعیل جان همین گفته های من با مردم زندانی برسان، به مردمی که من یاردم کردم، به مردمی که رحمی من خوردم، به مردمی که من دستگیری کردم، شخصا همین گفته های من باید ویدیو که برسان شونه که من همه ویا می ندارم و همیشه شب و روز و هر قدم و هر نفس و هر میجه زدن من دعاگوی همه شما، دعاگوی همه زندانی هایم، دعاگوی همه بچه هایی که من دستگیری کردم یاردم کردم، دعاگوی اسماعیل جانم باقی در پناه الله یکتا باشه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. پروردگار مهربان با امید خودت نا امید ما نکنم برحمتک یا ارحم الراحمین.